منیژه حجازی، دختر ارتشبد حجازی. پول جنون میاره، جنونی که حد نداره، جنونی که تو رو وادار به هر کاری میتونه بکنه. یه طبقه خاصی از جامعه که حتی تفریحاتشون هم قابل مقایسه با بقیه جامعه نیست. کارها و خوشیهای سر به مهری که مثل آیین یه فرقه خاص سینه به سینه بین بخش خاصی از جامعه میچرخه. سوپر میلیاردرهایی که هیچ وقت نمیشه تصور کرد که با پولهاشون چه کارهایی که نمیتونن بکنن. راز یکی از همین مهمونی‌های 1050 رو بررسی میکنه. یه داستان خیلی ترسناک که امکان داره واسه هر کسی اتفاق بیفته. سحرگاه 9 بهمن 1352 حوالی ساعت 4:30 یه بنز بژ جلوی بیمارستان پارس تهران وای میسته. راننده خیلی سریع پیاده میشه، با عجله در ماشین رو باز میکنه و یه نفر از تو ماشین ور میداره و در حالی که اون آدمو تو آغوشش گرفته وارد بیمارستان پارس میشه. با عجله میره از صورتش معلومه که ترسیده، از نفس زدناش استرسی که داره کاملا مشهوده. اون یه دختر جوون رو تو آغوش خودش گرفته، دختر جوونی که مشخص خون زیادی ازش رفته. مرد وارد بیمارستان میشه، داد میزنه و کمک میخواد و پرستار کشیک خیلی زود خودش رو به مرد میرسونه. راننده بنز میگه ما تصادف کردیم، نامزدم اصلا حالش خوب نیست، تو رو خدا کمک کن. بعد بدن خونالود زن رو روی تخت میذاره. پرستار بالای سر زن میره، پالتویی که دورش پیچیده رو باز میکنه و میبینی که زن بیهوش تقریبا لخته و هیچ لباسی تنش نیست. پرستار با عصبانیت میپرسه چرا این زن رو با این وضعیت اینجا آوردین. مردم عصبانی میشه و داد میزنه مگه اینجا کلانتریه که باید جواب پس بدم. پرستار برمیگرده و پانسمان رو آماده میکنه. مرد سرشو میبره نزدیک زن. پرستار کشیک میشنوه که مرد خیلی آهسته به انگلیسی توی گوش نامزدش میگه عزیزم واقعا دوستت دارم، نمیخواستم که بکشمت. پلکای دختر به آرومی تکون میخوره و آروم آروم صدای نالش بلند میشه. سقوط حجازی ها. کیک تولد روی میزه. منیژه به 16 تا شمعی نگاه میکنه که به مناسبت تولدش در حال سوختنن. شاید به 1001 آرزویی فکر میکنه که قراره پدر ثروتمندش توی 17مین برگ از دفتر زندگیش برآورده کنه. منیژه حجازی، دختر یکی از 18 ارتشبد محمد رضا پهلوی، رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران. گرچه که همیشه به خانواده و جایگاهی که توش داره افتخار میکنه، اما تو سالهای نوجوانی مشکلای زیادی با پدرش داشت. تعاودهای نگرشی بین اونا وجود داشت که شکاف عجیب غریبی بین عبدالحسین حجازی و منیژه به وجود آورده بود و باعث شده بود که دعواهای زیادی بین پدر و دختر وجود داشته باشه. تا حدی که وقتی منیژه 18 سالش شد، تو وسط یکی از همین دعواهای پدر و دختری روی پدرش اسلحه میکشه. خیلی زود ستاره شانس ارتش بود تو زندگی حرفه‌ایش هم غروب میکنه. منیژه 19 ساله پدرش رو میبینه که به خاطر ابتلا به فراموشی از منصب مهمش برکنار شده. اون موقع شایعه‌هایی هم دهن به دهن میشد که رفتارهای خارج از عرف منیژه ارتشبد رو به اینجا رسونده. از طرف دیگه گفته میشه که اون، یعنی عبدالحسین حجازی، قصد کودتا داشته و به همین خاطر اون بیماری رو بهونه کردن تا برکنارش کنن. یه شب رابطه حجازی و پهلوی‌ها تیره و تار میشه و شاه دیگه حتی اجازه ملاقات هم به ارتشبد قدیمی خودش رو نمیده. برای همین وقتی منیژه 23 سال داشت، یعنی سال 1344، حجازی خودش دست به کار میشه و با شلیک مستقیم به سرش خودکشی میکنه. تو این گیرودار مردم تئوری‌هایی رو بررسی میکردن که چقدر خودکشی حجازی صحت داره یا چقدر دربار توی این قضیه دست داره. منیژه حجازی و مادرش فخرتوران، دختر رضا قلی خان قاجار، باید زندگی تازه‌ای رو شروع میکردن. مادر آخرین دیدار. دوشنبه 8 بهمن ماه سال 1352. 4 سال از مرگ تلخ ارتشبد گذشته. منیژه دختر 26 ساله است که خودش برای زندگیش تصمیم میگیره. 4 ساله که مراوداتی رو با انوشیروان رزاقمنش داره. خواستگار سمجی که دقیقاً همسن مادرش تورانه. توران اصلاً از انوشیروان خوشش نمیاد. انوشیروان کارمند وزارت خارجه است. اون هر روز یه دسته گل بزرگ از لاله‌های گرون هلندی به خونه شاهزاده‌اش منیژه میفرسته. منیژه تلاش زیادی داره که رابطه بین توران و انوشیروان رو بهتر بکنه، اما تلاش‌هاش به هیچ وجه موفقیت آمیز نیست. 8 بهمن ماه منیژه میخواد با نامزدش انوشیروان بره بیرون. توران از این رابطه عصبانیه. اون فکر میکنه مثل دوتا ازدواج ناموفق قبلی رزاقمنش، این بار هم اون به خاطر اخلاق خیلی تندش نمیتونه کنار منیژه بمونه. رزاقمنش تازه از ایتالیا برگشته و میخواد خونه اجاره کنه. منیژه میره و آماده میشه. یه بلوز شلوار مخملی سبز میپوشه و اون انگشتر گرون قیمت خودش که مارنشان بوده و چشمایی از یاقوت داشته رو دست خودش میکنه. قبل از رفتن 300 تومن از مادرش میگیره و به مادرش میگه که میخواد با 600 تومن خونه‌ای که قبلا با انوشیروان دیدن رو اجاره کنن. منیژه موقع خروج به مادرش میگه که ساعت 6 شب به خونه برمیگرده. ساعت جلو میره از 6 میگذره
و حدود 9 شب میشه. هنوز منیژه برنگشته. نیمه شب تلفن خونه زنگ میخوره. کسی که تماس گرفته خودش رو خواهر انوشیروان رزاقمنش معرفی میکنه و میگه خانم نگران نباشید، رزاقمنش و منیژه رفتن شمال. توران این وسط شک میکنه. اصلا حرف اون کسی که تماس گرفته بود واسش قابل باور نیست. آخه تو این سرمای زمستون بدون اطلاع قبلی، بدون موبایل، از موقع اصلا موبایلی به وجود نیومده بود، کی شمال میره؟ اما سندی وجود نداره که توضیح بده توی این فاصله آیا توران به دنبال منیژه میگشته یا نه. اما فردای اون روز یعنی 10 بهمن دوباره تلفن خونه زنگ میخوره. این بار یه آدم ناشناس که هیچ وقت هویتش معلوم نشد به توران میگه که بهتره توی بیمارستانا دنبال دخترت بگردی. توران همون لحظه شروع به جستجو میکنه و از طریق رودابه دختر اسدالله اعلم به بیمارستان پارس میرسه. پیدا کردن منیژه واسه این طول میکشه که رزاقمنش منیژه رو با فامیلی خودش توی بیمارستان بستری کرده بود، نه فامیلی واقعی منیژه. در واقع منیژه حجازی به اسم منیژه رزاقمنش توی اون بیمارستان قرار گرفته بود و توران که حدس نمیزد چه این اتفاقی افتاده باشه بیمارستان به بیمارستان داشت میگشت و واسه همین نمیتونست منیژه رو پیدا بکنه. در نهایت توران به بیمارستان پارس میرسه و بالای تخت دخترش میره. توی نگاه اول بالاخره خیالش راحت میشه که اون دخترش نیست، یه زن جوون که تمام صورت و دستاش کبود و ورم کرده است و لب و دهنش کاملا زخمیه. توران نمیخواد باور کنه که اون زن دختر خودشه، ولی در نهایت با نگاه کردن به انگشتای دست و پای منیژه و علامت‌هایی که روشون وجود داره شروع به جیغ زدن میکنه و میفهمه که این خود دخترش که روی تخت کماست. تصادف مشکوک. روز حادثه پرستار کشیک به مردی که زن جوون آورده بود مشکوک میشه. به طور خاص جمله‌ای که از دهن مرد شنیده بود اون رو مشکوک میکنه. یعنی چی که یه نفر به یه نفر دیگه بگه نمیخواستم بکشمت؟ مورد مشکوک دیگه برهنه بودن دختره. پرستار خیلی زود با پلیس تماس میگیره و چند تا مأمور شهربانی خودشون به بیمارستان میرسونن. انوشیروان رزاقمنش کارمند وزارت خارجه اصرار داره که میخواد کنار مریض بدحال بمونه و نمیتونه تختش رو ترک بکنه. پزشک وقتی که میبینه فشار زن روی 4 قرار داره با تعجب میپرسه چه بلایی سر این زن آوردین؟ مرد میگه تصادف کردن. کبودی‌های گسترده روی بدن زن مشخصه. پرستار تو گزارشش ذکر میکنه که با ورود مرد به اتاق بوی مشروب خیلی شدیدی توی فضا پیچید، به طوری که نمیشد نادیده گرفت اون بو رو. انوشیروان رزاقمنش توضیح میده که یه تاکسی جلوی اتومبیلشون پیچیده و انحراف از مسیر جاده باعث این تصادف شده. انوشیروان نامزدش رو منیژه رزاقمنش معرفی میکنه و میگه که یه دختر آمریکاییه که خانواده‌اش توی سوئیس زندگی میکنن. حرفای اون برای مسئولین بیمارستان خیلی مبهم به نظر میومد. همزمان درهای بیمارستان رو قفل میکنن تا انوشیروان نتونه فرار بکنه. دختر توی حالت کما به سر میبرد. پزشکی قانونی شروع به بررسی بدن مجروح زن میکنه. مرد توضیح میده که به خاطر چرخش ناگهانی سر زن به داشبورد خورده و واسه همینه که شکستگی جمجمه به وجود اومده. اما میزان شکستگی جمجمه واقعیت نمیتونست در اثر برخورد سر به داشبورد باشه. این میزان از شکستگی احتمالا فقط تو تصادفی ممکنه که یه ماشین چپ بکنه و چند بار بچرخه. نکته عجیب دیگه هم سالم موندن راننده است. اگه چرخش انقدر ناگهانی بوده چجوری هیچ آسیبی به انوشیروان وارد نشده؟ یکی از پزشکایی که تو پرونده منیژه حجازی حضور داشت سالها بعد از مدارک و گزارش‌هایی میگه که هیچ وقت توسط مطبوعات پوشش داده نشد و به صورت علنی بیان نشد. پزشکی قانونی متوجه کبودی‌ها و ساییدگی‌های عجیبی توی داخل ران‌های منیژه میشه. بیشتر از 17 ضربه به انگشت‌های پای منیژه فقط خورده بود. شکستگی دنده شماره 9 و استخوان‌های زیر سینه هم نمیتونست تصادف به این سادگی اتفاق بیفته. این پزشک ادعا میکنه روی بدن منیژه نشونه‌هایی از خاموش کردن سیگار و حتی وجود جسم یا اجسامی خارجی توی رحم منیژه وجود داشته که به خاطر عفت عمومی هیچ وقت راجبش صحبت نشد. تو این مرحله اون مأمورای شهربانی که اونجا حضور داشتن وقتی به انوشیروان نگاه میکردن نمیدونستن دارن یه قاتل رو میبینن یا یه کارمند ساده که نگران معشوقشه. یه مرد خوشتیپ و امروزی که دل زنای جوون زیادی رو تو ایران و جاهای دیگه دنیا برده، یا هیولایی که هر بلایی تونسته سر معشوقه خودش بیاره و میخواسته با یه هویت جعلی تو بیمارستان رهاش بکنه. دادگاه. این آخرین تصویریه که از منیژه داریم. توی غروب 10 بهمن دقیقاً قبل از رسیدن پزشک مخصوص خانواده حجازی از فرودگاه، منیژه حجازی بر اثر خونریزی مغزی به خاطر اصابت جسم سخت میمیره. 5 ماه بعد از مرگ منیژه اولین دادگاه انوشیروان رزاقمنش برگزار میشه. دادگاه‌های انوشیروان انقدر پرمخاطبه که توی تالار کاخ دادگستری برگزار میشه. روزنامه‌ها لقب پرتماشاچی ترین دادگاه تاریخ قضایی رو بهش میدن.
نوشته شده که حتی برای اولین بار عده‌ای از تماشاگرای برای بهتر دیدن از دوربین دوچشمی استفاده می‌کردند. یکی از اولین دادگاه‌هایی بود که به خاطر جذابیت انوشیروان زنای زیادی رو می‌دیدیم که خودشونو خوشگل می‌کردن و به زور به دادگاه می‌رسوندن. و جالب این بود که انوشیروان که بین مردم با نام دون ژوان اندی شناخته می‌شد، هر بار مورد تشویق مردم قرار می‌گرفت و مردم از ته دلشون واسش جیغ و سوت می‌کشیدن. دادگاه اول به خاطر عدم حضور زاهد، وکیل تسخیری انوشیروان تعطیل میشه و این باعث به وجود اومدن یه دعوای جدید توی کانون وکلا و اعتراض مردم میشه. توی دادگاه دوم که شلوغ‌تر از دادگاه قبلی هم شده بود، حداقل 1000 نفر شرکت میکنن. یه تعداد از اونها دانشجوهای حقوقی بودن که این پرونده براشون از وجه‌های مختلفی جنجالی و جذاب بود. تو این لول که نشریه حقوق و مردم بخش مستقلی رو فقط به این پرونده اختصاص داد. بقیه تماشاچی‌ها سیل عظیم زنهایی بودن که عاشق و فریفته زیبایی و جذابیت انوش شده بودن و برای تشویق و حمایت از اون به دادگاه اومده بودن. توی دادگاه به کل انوشیروان و وکیلش زاهد قتل رو پس می‌زدن و به هیچ وجه گردن نمی‌گرفتن و هنوز روی سناریوی تصادف پافشاری می‌کردن. این در حالیه که پرستار کشیک شهادت داد که دیده به چشم خودش که رزاق منش توی گوش زن بهش گفته اگه ازت پرسیدن چی شده بگو تصادف کردی. مادر مقتولم وقتی به جایگاه میاد از اخلاق بد رزاقی میگه، از اینکه بارها دیده بود که دخترش منیژه از پیش اون با سر و صورت خونی به خونه اومده. حتی وقتی منیژه پیراهن دکولته مشکی رنگی رو میپوشه که یقه بازی داشته، رزاقی با چاقو یقه پیراهن رو پاره میکنه و میگه این چاقو میتونست توی سینت فرو بره. دادگاه اول حس خوبی نسبت به ادعاهای مادر منیژه یعنی توران نداشت. اونا احساس میکردن که توران به خاطر احساسات مادرانش داره یک کلاغ چل کلاغ میکنه. اما شواهد دیگه‌ای هم وجود داره که نشون میده رزاق منش چقدر آدم بددل و مشکوکی بود. مهمترین این شواهد نامه‌هاییه که منیژه به انوشیروان نوشته. این نامه‌ها وقتی نوشته شدن که انوشیروان به خاطر مأموریت‌های وزارت خارجه تو خارج از ایران به سر می‌برد. بریم سراغ یه تیکایی از این نامه‌ها و بعد از اون بریم ادامه داستان. به علی، به خدا، به تمام مقدسات قسم که میترسم با تو زندگی کنم. همون ترسی که 1 سال پیش از آشنایی با تو داشتم. من تو رو دوست دارم، ولی چطور میشد قبول کرد که تو هر موقع ناراحت بشی هر چی دم دستت باشه با اون هر کاری میخوای بکنی؟ چطور میگی وقتی حرف میزنی تو چشمش نگاه نکن؟ ممکنه بگی به کجاش نگاه کنم؟ تو وقتی این حرفای بچگونه رو میزنی به اینطوری فکر میکنم که یا به خودت یا به من شک داری. من همه کار کردم که تو منو با اطمینان دوست داشته باشی، ولی باز میگی باید اطمینانتو جلب بکنم. به نظر میرسه انوش داره اختلالات طیف پارانوید بوده، چیزی که احتمالاً مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی همون رو تشدید میکرد. از طرفی اون شاید نسبت به سن و موقعیت خودش در مقابل زیبایی منیژه اینسکیور بود و نمیتونسته این اینسکیوریتی رو مخفی بکنه. به همین خاطر با کنترلگری تلاش میکرد رابطه رو برای خودش ایمن نگه داره. رفتارهای تکانشی انوشیروان 1-2 بار نبود. یکی از آشناهای منیژه تعریف میکنه که یه بار اون رو در حالی دیده که یه بلیت مسافرت به آفریقای جنوبی داشته و میگفته جونم در خطره. انوشیروان وقتی به خونه اونها سر میزنه و متوجه سفر منیژه میشه، عصبانی میشه و سر توران مادر منیژه داد میزنه که تو نباید بذاری بدون اجازه من اون جنده هر غلطی میخواد بکنه. طی نامه‌هاش منیژه به همچین سفری هم اشاره میکنه. دلیل اینکه به تو نمیگفتم میرم سفر، همونطور که واسط نوشتم این بود که نمیتونستم عکس العملت تو رو حساب بکنم، وگرنه حتما بهت میگفتم. میترسیدم و نمیدونستم که تو چی کار میکنی اگه بفهمی که من دارم میرم آفریقای جنوبی. پس تقصیر خودت بود که منو ترسوندی. از طرفی با تمام رفتارهای بد و خشونتی که انوشیروان نسبت به منیژه داشت، انگار منیژه نمیتونست دست از دوست داشتن انوشیروان بکشه. این وابستگی به شکل‌های مختلفی خودشو نشون میداد. شاید انوشیروان نقش پدر منیژه رو بعد از مرگش به عهده گرفته بود. پدیده انتقال وقتی رخ میده که شما یه نقش رو به فرد دیگه‌ای واگذار میکنید. از اونجایی که انوشیروان شباهت‌هایی به ارتشبد حجازی داره، حتی برخوردهای تند و وحشیانش هم ظاهراً یه شباهت‌هایی به رفتار پدر منیژه داشت. به نظر میاد که منیژه یک چنین فعالیتی رو تو طول سالهاش با انوشیروان انجام داده. مثلا وقتی ارتشبد حجازی متوجه شد که دختر نوجوانش عاشق پسر همسایه شده و با اون مراوداتی داره، اون رو از پنجره پایین انداخت و باعث شد فک دخترش بشکنه تا برای معالجه مجبور بشه به لندن بره. و منیژه تو یه تیکه دیگه از نامه‌هاش میگه عزیز دلم، کوچولوی من، تو رو خدا با منیژت این کارو نکن. انقدر کندی با من میکنی یه موقع میمیرم. من تمام زندگی و هستیم رو صرف با تو بودن کردم. من واسه تو خطر جونی رو به جون خریدم. منو از خودت نرون، به خدا داغون میشم. من فقط تو رو دارم و از تو توقع اذیت ندارم. فرجام.
4 تهیه کننده فیلم فارسی به خانواده منیژه و انوشیروان مراجعه میکنن تا شروع به نوشتن فیلمنامه‌ای بر اساس این قتل بکنن. خانواده حجازی رضایت نمیده. مجله زن روز و عصر تمام قد اخبار مربوطه رو پوشش میدادن. تو جلسات بعدی وکیل مدافع انوشیروان به برگه‌ای استناد میکنه که طبق اون پرستار نام خانوادگی رو از منیژه پرسیده و اون گفته که به خاطر تصادف اینجاست و چون بیهوش شده یادش نمیاد که چجوری تصادف کردن. این سند باعث تعجب همه شد، چون اصلا به نظر نمیرسید که منیژه توانایی جواب دادن به این همه سوال رو حتی داشته باشه و اصلا معلوم نیست این سند یهو از کجا پیدا شده. از طرف دیگه به واسطه اینکه منیژه تو حالت نیمه بیهوشی قرار داشت معلوم نیست که این ادعاها چقدر قابل استناد باشه. حتی این سند هم نمیتونه کمکی به انوشیروان بکنه و تو اون لحظه همه چیز بر علیهشه. و اینجاست که نوبت توران مادر منیژه میشه که به جایگاه بیاد. توران عکسایی رو همراه خودش داره که جراحت‌های منیژه رو به وضوح نشون میده. مشخص نیست که چطور تو حول و ولای مرگ دخترش توران حواسش بوده که از اون زخم‌ها عکاسی بکنه. شاید چون میترسیده که وزارت خارجه با مداخله هایی که انجام میده توی روند اصلی پرونده مشکلی ایجاد بکنه. این عکس‌ها به عنوان بخشی از دفاعیات خانواده حجازی تو دادگاه نمایش داده میشن. تصاویر دلخراشه که حتی دل عشاق انوشیروان رو هم میلرزونه. شاید توران میخواسته با این عکس‌ها سر دیه دخترش چونه بزنه و فکر نمیکرده که کمتر از 3 ساعت بعد دخترش بمیره. دادگاه حالت عجیبی میگیره. یک نمایش دهنده به صحنه دادگاه آورده میشه و تصاویر دونه دونه واسه همه اون 1000 نفر به نمایش در میاد و با هر بار بردن نام منیژه صدای توران رو میشنویم که بلند و بلندتر گریه میکنه و فریاد میزنه. تماشاچی‌ها دیگه نمیتونستن ساکت بمونن. یه عده فریاد میزدن، یه عده گریه میکردن، یه عده اعدام انوشیروان رو میخواستن و هنوز یه عده‌ای با سود زدن میخواستن ادامه حرفای وکیل حجازی‌ها شنیده نشه. انوشیروان وقتی به جایگاه میاد اصلا خودش رو نمیبازه. با صلابت کامل می ایسته و شروع به صحبت کردن میکنه. اون با اعتماد به نفس اول به مادر منیژه توران تسلیت میگه و بعد از خودش دفاع میکنه که خودش منیژه رو چقدر دوست داشته و منیژه وقتی که میتونست شکایت بکنه شکایتی ازش نداشته. بعد شروع کرد روایت خودش از اتفاقی که افتاده رو ارائه دادن. دادگاه انگار کلا حرفای انوشیروان رو نمیشنید. اسلایدهای مادر منیژه چنان روی دادگاه تاثیر گذاشته بود که رزاق منش و وکیلش دائم میگفتن که حجازی‌ها دارن از نفوذ ارتشبد مرحوم استفاده میکنن تا بانبازی بکنن و پرونده رو علیه اونا بشینن. در ادامه رزاق منش حرفای عجیبی میزنه. رزاق منش یهو میگه که یه بار یه دختر یهودی عاشقش شده و به خاطر اون مسلمون شده و به همین خاطر جامعه کلیمی‌های ایران بر علیه اون توطئه چیدن. همون نگاه پارانویدی که تو رابطش با منیژه دیده بودیم اینجا هم خودشو به نمایش میذاره. در ادامه انوشیروان اسم چند تا پرستار کلیمی رو میبره و اونها رو بازیچه بازی بزرگتری میخونه. تو ادامه دادگاه دعواهای شدید بین مادر مقتول و متهم صورت میگیره که با مداخله قاضی بالاخره متوقف میشه. رزاق منش دائم اصرار میکنه که بازیچه شده. اما بازیچه چه بازی؟ حکم نهایی تیر ماه سال 1353 آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مرگ منیژه حجازی با دفاعیات انوشیروان رزاق منش به اتمام رسید. بعد از تنفس رزاق منش که وارد دادگاه شده بود با خونسردی از خبرنگار دایره جنایی کیهان میپرسه چند سال برام بریدن. یهو بعد از جواب دادن اون خبرنگار رزاق منش خودش رو میبازه. اصلا توقع اعدام رو نداشت. اون حتی تا آخرین لحظات هم توقع حکم سنگینی رو نداشت. منشی دادگاه حکم رو میخونه بالاخره، اعدام. حتی درخواست دادخواهی انوشیروان هم رد میشه. خانواده رزاق منش تمام تلاششون رو میکنن تا نظر توران رو برگردونن اما هیچ وقت موفق نمیشن. رزاق منش در نهایت به چوبه دار آویخته میشه. اما امروز یعنی بعد از گذشت حدود 5 دهه از مرگ منیژه یه تئوری دیگه راجع به مرگ منیژه مطرح شده. تئوری ترسناکی که ما رو به مهمونی های اشرافی اون موقع میبره. تئوری آلترناتیو مهمونی اشرافی. قبل از اینکه بریم سراغ دل تئوری راجع به این موضوع صحبت بکنیم که این تئوری اصولاً تئوری جدیدیه و مشخص نیست که ارائه و شکلگیریش چقدر غرض ورزانه بوده. ولی خب شاید اولین بار احتمالاً این تئوری به ذهن حمیده جمالی رسیده، کسی که داشت توی یک کتاب واسه نشر خوب رو پرونده منیژه کار میکرد. حمیده احتمال میده که منیژه توسط یه نفر به قتل نرسیده، بلکه یه جمع از اشراف و آدمهای مهم اون دوره پهلوی
توی مهمونی همشون توی قتل منیژه نقش داشتن. اون توضیح میده که تو بررسی اسناد تاریخی یه نفر که یه مدت مسئول استبل محمد رضا پهلوی بوده یه داستانی رو روایت میکنه که مربوط به یه مهمونیه. اون صراحتاً از انوشیروان و منیژه اسم نمیبره، اما به طرز عجیب غریبی توضیحاتش با داستان منیژه و انوشیروان انطباق داره. اون تعریف میکنه که با یه واسطه یه ماجرایی رو شنیده مربوط به یه مهمونی اشرافی تو خونه اشرف پهلوی که طبق اون شاهزاده اشرف توی مهمونی نبوده، اما مهمونا مثل همیشه خوش میگذروندن، سیگار میکشیدن، یه مقدار زیادی تریاک، حشیش، هروئین و حتی کوکائین هم توی مهمونی وجود داشته و بیشتر افرادی که تو مهمونی بودن تو حالت عادی خودشون نبودن. وسطای مهمونی یه دختر با موهای بور که احتمالاً منیژه باشه غش میکنه. دوست پسرش که تو خاطره مأمور وزارت خارجه اعلام شده بالای سرش میاد و شروع میکنه محکم چک زدن توی صورت منیژه. توی این بین یکی از مهمونا اعلام میکنه که میدونه چجوری باید منیژه رو به هوش بیاره. اون سیگارش رو بدن منیژه خاموش میکنه، بوی گوشت سوخته بلند میشه و بقیه هم به ترتیب همین کار رو میکنن. تو این گیرودار نامزد اون دختر که به نظر میاد انوشیروان داستان ماست سر منیژه رو میگیره و با ضربه های شدیدی به زمین میکوبه تا شاید منیژه به هوش بیاد. بعد از یه مدت مهمونها که به طرز وحشیانه تمام لباسهای دختر رو از بدنش جدا کرده بودن شروع میکنن به تکون دادنش و این وسط نگهبانها و خدمتکارها به صحنه میان و میبینن داستانو و افرادو از اون زن جدا میکنن و بعدش انوشیروان همونطوری بدن زخمی و لخت دختر رو بر میداره و به بیمارستان میاره. بعد هم به خاطر وجود اشخاص امنیتی و حکومتی همه هم قسم میشن که خودشون رو معرفی نکنن و این وسط همه چیز گردن انوشیروان میفته. از طرف دیگه انوشیروان رو میترسونن که چیزی نگه و بهش اطمینان میدن که حکمش رو عوض میکنن، اتفاقی که تو عمل نیفتاد. این تئوری واقعا مشکوکه، باید بررسی کرد که اثری از مواد مخدر توی بدن منیژه وجود داشته موقعی که به قتل رسیده یا نه و اینکه چقدر غرض ورزی‌های تاریخی باعث مطرح شدن یه چنین تئوریه. ولی در نهایت من به عنوان یه شخص ثالثی که داره این پرونده رو بررسی میکنه، اونقدر این تئوری نه مستنداتی که واسش ارائه شده و نه منابعی که با استناد بهشون این بحثا مطرح میشه، هیچ کدومشون به نظرم اونقدر روشن و اونقدر سفت و سخت نیست که بتونیم بهش اعتماد بکنیم و همچنان اون فرضیه قاتل بودن انوشیروان به نظر من چیز لایکلی تریه، چیز امکان پذیرتریه، مخصوصا بعد این همه سال که هیچ کس دیگه ای نیومده اون داستان رو تعریف بکنه. این من بودم نیما دیداب و این بود داستان منیژه حجازی. امیدوارم لذت برده باشید. من به اینکه به نظر شما واسه منیژه چه اتفاقی افتاده و آیا واقعا انوشیروان تنهایی به نظرتون کشتتش یا اینکه یه مجموعه از اون طبقه الیت جامعه تو اون دورای زمانی یه توطئه‌ای داشتن تا این اتفاق بیفته و یکی از اون مراسم‌های عجیب غریبشون بوده یا چی. و اینکه خیلی ممنون که این کانال رو دنبال می‌کنید. واقعا یکی از مهمترین پروژه‌های منه، یکی از پروژه‌ای که به قلب من خیلی نزدیکه و میگم انرژی که با ویو خوردن این ویدیوها من میگیرم واقعا قابل مقایسه نیست با چیزی که. امیدوارم همیشه خوشحال باشین کنار خانواده‌تون و امیدوارم روزای خوبی رو سپری بکنید و امیدوارم پرپول باشید بیشتر از هر چیز دیگه. دوستتون دارم. خداحافظ.